سرخط خبرها. مقامات آمریکایی: گزینه‌های ما در ایران هدف گرفتن افراد و تغییر رژیم است. آلمان از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. عراقچی: پیشنهاد ما برای توافق تا 2 روز دیگر آماده می شود. و طرح احتمالی حمله به ایران، هدفگیری سپاه و برتری هوایی. سلام عرض می کنم به این سرویس خبری با من فرهاد زنده دل از کانال تو نیوز خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد برنامه‌ریزی نظامی آمریکا در مورد ایران به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است و گزینه‌هایی از جمله حملات هدفمند علیه افراد و حتی تغییر رژیم در تهران در صورت دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دستور کار قرار دارد. این گزینه‌های نظامی جدیدترین نشانه از آماده شدن آمریکا برای درگیری جدی با ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد ارتش آمریکا در حال آماده شدن برای یک عملیات چند هفته‌ای علیه ایران است که می‌تواند شامل بمباران تأسیسات امنیتی و همچنین زیرساخت‌های هسته‌ای شود. آخرین اطلاعات نشان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بلندپروازانه‌تری قبل از تصمیم‌گیری ترامپ در حال انجام است. در روزهای اخیر ترامپ علنا ایده تغییر رژیم در ایران را مطرح کرده است. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داد ترامپ در حال بررسی ضربه اولیه محدود علیه ایران برای وادار کردن آن به رسیدن به توافق است. این روزنامه افزود حمله احتمالی آمریکا علیه ایران شامل مراکز نظامی و دولتی خواهد بود. به دلیل خطر حمله احتمالی آمریکا به ایران، وزارت امور خارجه آلمان بار دیگر از همه شهروندان آلمانی خواسته که ایران را ترک کنند. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، با وجود برخی محدودیت‌ها همچنان پروازهای تجاری از ایران به کشورهای همسایه برقرار است و خروج زمینی از ایران نیز گزینه دیگری است. با این حال در صورت هر گونه تشدید تنش، ارائه خدمات کنسولی قابل تضمین نخواهد بود. بر اساس اعلام این وزارتخانه، شمار آلمانی‌های ثبت نام شده در فهرست آمادگی بحران در ایران در حد چند صد نفر است. توصیه به خروج شهروندان آلمانی از ایران از نوامبر 2022 تا کنون برقرار بوده است. در مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بر رهبری ایران در تهران را افزایش داد. او در واشنگتن گفت اگر راه حلی حاصل نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد. ترامپ در این ارتباط از ضرب العجلی 10 تا 15 روزه سخن گفت بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا از ایران خواسته که برای توافق احتمالی پیش‌نویس تهیه کند و این پیش‌نویس نیز به گفته او تا 2-3 روز آینده آماده می شود. او مدعی شد آمریکا در مذاکرات ژنو خواستار غنیسازی صفر نشده است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی MS Now مدعی شد در مذاکرات ژنو با ایران طرف آمریکایی خواستار غنیسازی اورانیوم در حد صفر نشد. عباس عراقچی که جمعه با برنامه مورنینگ جو این شبکه گفتگو می‌کرد، در ارتباط با گزارش‌های مربوط به تقاضای غنیسازی صفر از سوی واشنگتن گفت حدسیات شما اشتباه است و ما هیچ تعلیقی پیشنهاد ندادیم و آمریکا نیز از ما درخواستی برای غنیسازی صفر نداشته است. این در حالی است که لزوم توقف غنیسازی اورانیوم ایران نه تنها بارها از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، بلکه سایر مقامات آمریکایی نیز لزوم آن را به دفعات گوشزد کردند تا جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرند. عراقچی همچنین برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد تعلیق غنیسازی به مدت 2 تا 3 سال داده را نیز مردود دانست. وزیر خارجه ایران همچنین گفت ایران مردم آمریکا را دشمن نمی‌داند، بلکه آنچه که دشمنانه تلقی می‌کند سیاست‌های این کشور علیه ایران است. عراقچی تصریح کرد هر وقت این خصومت‌ها متوقف شود شاید بتوان درباره نوع متفاوتی از روابط فکر کرد. عراقچی افزود از ایران خواسته شد پیش‌نویس از یک توافق احتمالی را تهیه کند که این پیش‌نویس برای توافق با آمریکا طی 2 تا 3 روز آینده آماده می‌شود. او اضافه کرد من باید تایید مسئولان بالا را بگیرم، سپس آن را برای آمریکا ارسال خواهم کرد. عراقچی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزود اگر با مردم ایران با زبان احترام صحبت کنید ما نیز با همان زبان پاسخ خواهیم داد. اگر با زبان زور با ما سخن بگویند ما نیز همان گونه پاسخ می‌دهیم. او تنها راه حل و فصل مناقشه اتمی با ایران را دیپلماسی خواند و گفت هیچ راه حل نظامی برای این موضوع متصور نیست. عراقچی گفت پیش از این مراکز هسته‌ای ایران مورد حمله قرار گرفته و تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران را نیز کشتند، اما برنامه اتمی به گفته او از بین نرفت چرا که توسط خود ایران و دانشمندانش توسعه یافته است. به نظر می‌رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است تهدید فشار نظامی می‌تواند ایران را وادار کند موضع سرسختانه‌اش در مذاکرات هسته‌ای را تغییر دهد.
اگر این تلاش شکست بخورد احتمالاً طرح‌های عملیاتی برای حملات گسترده از قبل آماده شده است. به نوشته واینت، ترامپ احتمالاً آگاه است که ایده سرنگونی ایران فقط از طریق حملات هوایی واقع بینانه نیست. با این حال تضعیف مستمر حکومت می‌تواند اعتراضهای داخلی را دوباره شعله‌ور کند. یک حمله لزوماً تهران را با شرایط مطلوب‌تر به میز مذاکره باز نمی‌گرداند، اما ممکن است یکی از اهداف واشنگتن همین باشد. در صورت وقوع حمله توجه به اهداف احتمالی معطوف خواهد شد. گمان می‌رود مقامات آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی داشته باشند. بنابر گزارش‌ها افسران ارشد دو کشور پس از جنگ 12 روزه هفته‌ها را صرف بررسی نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و ارزیابی‌های اطلاعاتی کردند. واینت در ادامه می‌نویسد درس‌های خبری عمومی درباره اختلاف نظرها از جمله ادعای مخالفت واشنگتن با حمله تا حدی برای گمراه کردن ایران بوده و ممکن است نوعی فریب راهبردی به شمار آید. در صورت وجود هماهنگی احتمالاً اسرائیل و آمریکا برای حمله به اهداف تقسیم مسئولیت کردند. نخستین و فوری‌ترین هدف از کار انداختن سامانه‌های پدافند هوایی ایران خواهد بود تا برتری هوایی برای هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی ایجاد شود. ایران پس از جنگ 12 روزه تلاش کرده است پدافند هوایی‌اش را بازسازی کند. تهران برای تقویت دفاعیش به سامانه‌های پیشرفته موشکی S-400 روسیه نیاز داشت، اما بعید است مسکو به دلیل درگیری در جنگ اوکراین آنها را تحویل داده باشد. همچنین گزارش‌های متفاوتی درباره کمک‌های احتمالی چین به ایران منتشر شده است، هرچند دامنه آن روشن نیست. در هر صورت نیروهای آمریکا و اسرائیل ابتدا باید شبکه پدافند هوایی ایران را خنثی کنند و سپس به اهداف راهبردی دیگر بپردازند. سپاسگزاریم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.